مطمئناً درباره زندگی کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی دنیای فوتبال، چیزهای زیادی وجود داره که هنوز نمیدونیم. پس با من همراه باشین تا 20 تا از رازهای زندگی CR7 رو براتون افشا کنم. Are you ready to have your mind blown? شماره 20. مطمئنم که نمیدونستین که سرعت رونالدو از ماشین‌های اسپورت مثل بوگاتی هم بیشتره. شماره 19. رونالدو ثروتمندترین فوتبالیست حال حاضر جهانه. You are apparently worth $500 million. I don't know, maybe. CR7 فقط از طریق حرفه فوتبالیش تونسته تا به الان 500 میلیون دلار ثروت ذخیره کنه. در بیرون از دنیای فوتبال هم رونالدو خیلی فعاله و سعی کرده NFT ها و مرچ های مخصوص خودش رو تولید کنه. کریستیانو رونالدو حتی هر زمان که یک پست در اینستاگرام آپلود کنه چیزی بیشتر از 1 میلیون دلار ناقابل دریافت میکنه. ولی بخش اعظم ثروت رونالدو مربوط به قرارداد مادام العمرش با شرکت نایکی میشه، قراردادی که باعث شد تا CR7 به اولین بیلیونر فوتبالیست جهان تبدیل بشه. شماره 18. مربی شخصی رونالدو همیشه استرس این رو داشت که رونالدو اضافه وزن نداشته باشه. پس یه فرد چاق رو به عنوان یار تمرینی رونالدو تعیین کرد تا CR7 انگیزه بیشتری برای تمرین داشته باشه. Now just kind of kick your legs and go in a circle. And you're going to do it faster. That's what I'm talking about! Yeah! شماره 17. کریستیانو رونالدو اعتراف کرد که بهترین گل دوران حرفه‌ایش، یعنی همون قیچی برگردون معروف، در مقایسه با کاری که دوست دخترش باهاش میکنه هیچی نیست. The way I jump against Juventus, quarterfinals of Champions League, probably one of the best goals I ever seen in football. Better than sex? Better than sex? No. It was, wasn't it? No, with my Gio, no. She said that she wears sexy lingerie in bed every night. And she does that because it makes her feel good. So the obvious question, Cristiano, is does it make you happy? Makes me happy. شماره 16. رونالدو به خوابش اهمیت زیادی میده و مثل آدم‌های معمولی نیست که شب بخوابه و صبح بیدار بشه. ستاره پرتغالی دنیای فوتبال در طول روز 5 بار و هر بار به مدت 90 دقیقه چرت میزنه و براش فرق نمیکنه که کجا باشه، چه توی جت شخصیش و چه توی تخت خوابش. CR7 حتی سران باشگاهش رو مجبور کرد تا در محل تمرین تشک‌های مخصوص خواب تهیه کنن. شماره 15. شاید باورتون نشه ولی CR7 میتونه بهتر از هر خواننده دیگه‌ای بخونه. از جمله آهنگ‌های مورد علاقه CR7 میتونیم به آهنگ‌های فیل کولینز، جورج مایکل، التون جان و موزیک‌های برزیلی و پرتغالی اشاره کنیم. در کل خود رونالدو هم با صداش خیلی حال میکنه و هر جا هر فرصت که پیدا میکنه آهنگ مورد علاقش رو میخونه. Amor mío, eres el ser que amo sin fin. Look at his voice! Mi vida es toda. Whitney Houston! Whitney Ronaldo! شماره 14. رونالدو یک راننده حرفه‌ایه. He tried to teach me some stuff, but it going so fast that I didn't take a lot of attention because I was like in the pressure. Unbelievable, fantastic experience. شماره 13. کریستیانو رونالدو بیشتر از 50 رکورد گینس رو به نام خودش ثبت کرده. از بیشترین گل زده در تاریخ بگیر تا قوی ترین بازیکنی که در فیفا وجود داشته. CR7 حتی اولین کسی است که گرونترین خودروی تاریخ یعنی بوگاتی 14 میلیون دلاری رو تونسته بخره. در این ویدیو هم چند تا دیگه از رکوردهای گینس CR7 رو مشاهده می‌کنید. You currently hold these records. Most goals in a UEFA Champions League season by an individual. Most hat-tricks in a La Liga career. Most followers on Twitter for an athlete. Most liked person on Facebook in the world. Pretty good. اما بیاین به دیوانه‌وارترین رکورد رونالدو یعنی شماره 12 مشهورترین فرد کل تاریخ نگاهی بندازیم. رونالدو در توییتر تنها ورزشکاری است که بیشترین فالوور رو داره و صفحه ویکی‌پدیای CR7 هم 48 تریلیون بار دیده شده.
در اینستاگرام هم همیشه داره رکوردها رو جابجا میکنه و اخیراً رکورد رسیدن به 500 میلیون فالوور در اینستاگرام رو جشن گرفت. Guys, 400 million. Wow, what a number. Now I can say, without you, this would be possible. So, from the bottom of my heart, I have to say thank you. شماره 11 رونالدو شهرت رو خیلی زیاد دوست نداره. شهرت که نمیذاره CR7 مثل یک شهروند معمولی توی شهر زندگی کنه. شماره 10 شکایت 25 میلیون دلاری علیه رونالدو. در سال 2009 CR7 به همراه دوستانش به لاس وگاس آمریکا رفتن. سفری که خیلی دردسرساز شد. Story here on SportsCenter. Cristiano Ronaldo is under investigation for a rape allegation, and investigators here in the U.S. are seeking DNA from the man widely considered to be the best soccer player in the world. اولش رونالدو همه اتهامات رو تکذیب کرد. No. What they said today is fake news. ولی مسئله جدی‌تر شد و کار به دادگاه کشید. در دادگاه دختری ادعا کرده بود که رونالدو مبلغ $300,000 بابت حق السکوت بهش پرداخت کرده بود، در حالی که حقش بیشتر از اینها بود و باید بهش 25 میلیون دلار داده میشد. اما زمانی که وکیل‌های رونالدو وارد ماجرا شدن، ثابت کردند که مقصر اصلی همون دختره بوده و رونالدو کاملاً بیگناهه. The alleged victim had sued him for $25 million in damages, but the judge dismissed the case with prejudice, meaning it can't be refiled. شماره 9 کفش‌های کهکشانی رونالدو. گرونترین کفش‌های فوتبال دنیا یعنی کاسموس ردشیفت 7 متعلق به کریستیانو رونالدو هست. کفش‌هایی که شایسته بهترین بازیکن جهانه. شماره 8 فوتبال ورزش مورد علاقه رونالدو نیست. ویدیوهای زیادی از رونالدو وجود داره که در حال بازی کردن ورزش‌های مختلفی از جمله بیسبال هست. همچنین رونالدو علاقه زیادی به ورزش بسکتبال داره، تا جایی که هنگام تمرین فوتبال هم کمی بسکتبال بازی میکنه. CR7 همچنین زمانی که بلندترین پرش در تاریخ فوتبال رو به نام خودش ثبت کرد، در توییتی مایکل جردن رو به چالش کشید که نشون دهنده رابطه خوب رونالدو با بسکتبالیستای حرفه‌ایه. در کنار همه اینها رونالدو به ورزش‌های رزمی مثل بوکس و MMA خیلی علاقه داره و حتی با ستاره دنیای MMA یعنی مک‌کانر رفیق صمیمیه. شماره 7 رژیم طاقت فرسای رونالدو. کریستیانو رونالدو یه شکموی واقعیه. CR7 برای تغذیه خودش یه آشپز شخصی استخدام کرده تا بدون مشکلی روزانه بتونه 6 وعده غذا بخوره. در نتیجه اصلا مهم نیست که رونالدو کجا هست و داره چیکار میکنه، چون همیشه در حال غذا خوردنه، حتی وسط زمین فوتبال. شماره 6 تبلیغات عجیب رونالدو. کریستیانو رونالدو تا به حال در عجیب‌ترین تبلیغات تلویزیونی که ما شاهدش بودیم شرکت کرده. شماره 5 تمرینات پرفشار رونالدو. جالبه بدونید که رونالدو بیشتر از هر ورزشکار دیگه‌ای در حال تمرینه. CR7 روزانه 4 ساعت و هفتگی 5 روز و سالانه 620 ساعت از زمانش رو به تمرین اختصاص میده. شماره 4 عملهای زیبایی. کریستیانو رونالدو در اوایل دوران حرفه فوتبالیش خیلی چهره جذابی نداشت و از وقتی که مشهور شد حتی از مایکل جکسون هم بیشتر عمل زیبایی انجام داد. $600 برای ترمیم ابروهاش، $2000 برای پیشانی پر از چین و چروکش، $5000 برای دماغش و $20000 برای دندوناش هزینه کرد. CR7 حتی کاشت مو هم انجام داد تا مثل اندرو تیت یک کچل بی‌خاصیت نباشه. First things first. I'm bald by choice. شماره 3 اخیراً CR7 بزرگترین تراژدی زندگیش رو تجربه کرد، چون درست بعد از اینکه اعلام کرد که قراره به همراه جورجینا صاحب یک دوقلو بشن، پسر بچه‌ش رو از دست داد. The worst moments that I passed through my life since my father died. You know, when you have a kid that you expect that everything will be normal and you have that problem, it's hard, you know, as human being that I am, we don't understand why happened to us.
در این زمان باشگاه منچستر و هواداران فکر می‌کردند که رونالدو بازی بعدی تیمش رو مقابل تیم آرسنال از دست میده، ولی CR7 هیچ کس رو ناامید نکرد و با به ثمر رسوندن 100مین گلش در لیگ برتر انگلیس نشون داد که چه انسان قوی هست. شماره 2 راز پشت پرده شماره 7. تنها دلیلی که باعث شد تا رونالدو به یک اسطوره فوتبال تبدیل بشه برمیگرده به دلیل پوشیدن شماره مورد علاقه‌اش، یعنی شماره 7. CR7 در نوجوانی عدد 28 رو بر تن می‌کرد تا اینکه بالاخره به منچستر یونایتد پیوست و الکس فرگوسن مجبورش کرد که شماره 7 رو بپوشه. All players know in Manchester and around the world as well that number 7 is a mythic number in this club. So Alex Ferguson said to me, "You're gonna take the number 7." It was that kind of moments that you never forget. I knew it's the history of the number 7 in the club. شماره 1. رونالدو به طور مخفیانه داره دنیا رو تغییر میده. هیچ ورزشکاری به اندازه رونالدو عاشق نجات دادن جون انسان‌ها نیست. از پرداخت $83,000 برای جراحی یک کودک گرفته تا پرداخت $165,000 برای یک درمانگاه سرطانی، CR7 حتی یکی از توپ‌های تلاش رو به ارزش $600,000 به فروش گذاشت تا به خیریه میک ویش کمک کنه. در دوران پاندمی ویروس کرونا هم CR7 بیشتر از هر کس دیگه‌ای به دنیا کمک کرد و $1,000,000 به بیمارستان‌های پرتغالی اهدا کرد. اما بزرگترین کمک رونالدو مربوط میشه به زلزله وحشتناک ترکیه و سوریه که باعث شد بیشتر از 50,000 نفر زندگیشون رو از دست بدن. کریستیانو رونالدو یک هواپیما پر از تجهیزات پزشکی به کشورهای سوریه و ترکیه برای کمک به قربانیان زلزله فرستاد. اما سخاوتمندی این شخص تمومی نداره و اون حتی بعد از زلزله بزرگ کشور نپال مبلغ $7,000,000 به این کشور کمک کرد و در نهایت به خیرترین ورزشکار تاریخ تبدیل شد.